چه کابوس وحشتناکی! چه کابوس وحشتناکی! کمک! 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 چه شد؟ عالی جناب چه اتفاقی افتاد؟ چه خبر است؟ چه شده؟ عالی جناب اینجا چه خبر است؟ چه شده؟ چه شده عالی جناب؟ چه اتفاقی افتاد؟ یاریم کنید! کدام کابوس؟ نمیدونم چه سخن بگویم؟ برای عالی جناب چه اتفاقی افتاد؟ سال 16 قبل از میلاد مسیح، هرود پادشاه کشور یهودیه به کمک ارتش روم بر اورشلیم مسلط شده بر تخت سلطنت تکیه زده است. کابوس به دنیا آمدن مسیح موعود او را سخت به وحشت انداخته. تمامی اورشلیم نیز در تب و تاب تولد منجی یهود می سوزد و آشوب همه جا را فرا گرفته است. چه خبر است؟ چه خبر است؟ قابل تحمل نیست. عجله کنید و جناب یساکار را در جریان بگذارید. همین الان. پناه بر خدا، این مصیبت است. جناب یساکار، جناب یساکار. چرا مضطربی میخائیل عزیز؟ یعنی شما نمیدانید؟ چه چیز را باید بدانم؟ شما همیشه دوست دارید حرفایتان را از زبان دیگران بیان کنید. آیا این همه سر و صدا را نمیشنوید؟ میشنم. زودتر از هر کسی میشنم. امشب شب تولد مسیح است. فرزند عمران. عمران که چند ماهی است از دنیا رفته. حال ما مانده ایم و این باور خطرناک مردم. این اختشاش دارد به شورشی خطرناک تبدیل می شود جناب صدقیا. وای به حال ما. درست میگویید جناب یساکار. شما اینجایید؟ میدانید بیرون چه خبر است؟ مردم جلوی دروازه معبد اجتماع کردند. چاره‌ای بیاندیشید جناب یساکار. میخواهید من چه کنم؟ ها؟ جلوی زایمان زن عمران را بگیرم؟ شما فریسیان اداره معبد را به عهده دارید. باید چیزی بگویید تا مردم ساکت شوند. اگر لب فرو بندیم خود مورد تهدید قرار خواهیم گرفت. آن زمان که عمران ادعای پیامبری می کرد و مدام از وحی الهی سخن می گفت، آن موقع که اعلام کرد فرزندش منجی بنی اسرائیل و مسیحای موعود خواهد بود، من به شما اعلام خطر نکردم؟ گفتم این فتنه را در نطفه خفه کنیم. نگفتم؟ نگفتم؟ گفتم او را در شورای شهر به مرگ محکومش کنیم. اما شما صدوقیان، شما بر او ترحم کرده گفتید خداوند خود او را رسوا خواهد کرد. حال تا کی باید صبر کنیم تا خداوند شمشیر از نیام بیرون کشد؟ قیام و پیروزی بخشیده این مردم. رهایش کنید. رهایش کنید. رهایش کنید. ساکت باشید. مرد، راحت حرفت را بزن. بگو چرا اینجا جمع شده ای؟ مسیحا امشب شب ظهور اوست، شب ظهور منجی ما. شفقت و زبونی قوم یهود امشب به پایان میرسد.
بنی اسرائیل قوم برگزیده خداست. هیچ وقت تن به خفت و زبونی نخواهیم داد. آرام باشید. چگونه آرام باشیم حالان که ظهور منجی پایانی بر دردها و رنجهای ما؟ آری او همه قوم یهود را از این فقر و پریشانی نجات خواهد داد. گوش کنید مردم، گوش کنید. سالهاست ما به همراه دیگر کاهنان در این معبد روز و شب را به انتظار ظهور مسیحا می‌گذرانیم. هر روز و شب نیایش می‌کنیم تا خداوند ظهور او را در زمان ما قرار دهد. حال من خودم به نمایندگی از سوی شما باز هم دعا خواهم کرد تا خداوند هر چه زودتر منجی یهود را به ما برساند. پس این بچه‌ای که در راه است چه؟ مردم میگویند این طفل مسیحاست. میگویند مردم بسیار میگویند. شما پیام خدا را از ما بشنوید. هیجان شما بی مورد است. هیچ نشانه ای از تولد مسیح در دست نیست. این اتفاق علائم و نشانه های مخصوص دارد که اکنون هیچ کدام فراهم نیافت. هرگاه منجی ظهور کند ما کاهنان معبد سلیمان زودتر از همه مطلع خواهیم شد و شما زجر کشیدگان و مؤمنان را بشارت خواهیم داد. عالی جناب هرود کبیر پادشاه یهودیه و فرمانروای مطلق. پریکلس عزیزم. درود بر هرود کبیر. چه شده؟ چرا نگران به نظر میرسی؟ قصد نداشتم این وقت شب مزاحم شوم. پوزش می‌طلبم. پادشاهان را جز سخن گفتن کاری نیست. بنشینید. خب از روم چه خبر؟ به روم نرفته بودم عالی جناب. پس چرا مدتی است شما را نمی‌بینیم؟ در نواحی مرزی تیبریاس اختشاشاتی رخ داده بود که مشغول رسیدگی به آن قائل بود. پس علت گرفتگی شما خستگی راه است. خبرهایی به گوش ما رسیده که مایه نگرانی است. در روم بردگان علیه امپراتور آگوستوس شورش کردند؟ خیر، روم در کمال قدرت و آرامش است. منظورم اورشلیم بود. اورشلیم؟ مرکز حکومت ما؟ شما بهتر از همه ما از اخبار داخل اورشلیم با خبر هستید. در بیرون از شهر تعدادی از صدوقیان افراطی جلسات مخفی تشکیل دادند و در داخل نیز مردم متعصب در کنار معبد اجتماع کردند و از ظهور مسیحا سخن میگویند. پس شما هم خبر دارید؟ مسیحا، پیامبران و قدیسین، گمان میکنید هفته چند بار خبر از ظهور راهبان و پیامبران دروغین میشنویم؟ شما که باید خودتان به این خرافه ها عادت کرده باشید. مگر یهودیان معتقد نیستند مسیحا پادشاه جهان خواهد شد؟ مگر نمیگویند او با شمشیر آمده و بنی اسرائیل را رهبری خواهد کرد و آنان را بر همه امتها پیروز خواهد نمود؟ مگر معتقد نیستند هیچ کس را یارای مقاومت در برابر او نیست و منتظرند تا با کمک مسیحا از روم انتقام بگیرند؟ خدا را شکر که عقاید بنی اسرائیل در رومی ها نیز اثر کرده است. هرود کبیر سلامت باد. این عقاید همواره برای ما مشکل آفرین بود. شما باید مانند ما مشکلات پیامبران و مدعیان ملکوت را به کاهنان بسپارید. پادشاهان را مجال مجادله در این اوهام نیست. جناب هرود خبرها را شنیده اید؟ میگویند امشب قرار است مسیحا متولد شود. میریام عزیز، باز که شروع کردید. گویی مردم به غیر از انتظار مسیحا کار دیگری ندارند. اما اگر این خبر درست باشد، آخر اون نجات دهنده قوم یهود است. نجات دهنده قوم یهود من هستم. هرود، پادشاه یهودیه، مقتدرترین مرد یهود. جناب هرود، خواهش میکنم با این سخنان خشم مرا دامن نزنید.
همینک من با پریکلس درباره امر مهمی صحبت میکنم. شما بهتر است به استراحت بپردازید میریام عزیز. سرنوشت تاریخ ما امشب رقم میخورد. آنگاه شما وقتتان را با جلسات گفتگو تلف میکنید. میبینی؟ باور میکنید که از صمیم قلب حاضرم امپراتوری را با جالیزبانی عوض کنم؟ آرامش سایبان ساده‌ای که تو را از آفتاب مسون بدارد؟ تو خود بهتر میدانی که من بزرگ شده ی مکتب فلاسفه یونان و مصرم و اسیر مثلث معروف زیبایی، هنر و عشق. ولی یکی از اضلاعش مرد. ما که ذل دیگری ندیدیم. نگران نباشید دوست عزیز. من فردا منتظر شما هستم تا با هم درباره اوضاع امنیتی و تحریکات افراطیون مفصل تر صحبت کنیم. الان دیر وقت است و همه خسته شدیم. پس تا فردا. قربان. بیا. قربان، طبق دستور مأموران بیشتری در شهر گماردند. همینطور در جلیله بین کسانی که در اطراف خانه زکریا جمع شدند. کافی نیست. کافی نیست. کاهنان را زیر نظر بگیرید. دروازه ها را کنترل کنید. ورود و خروج مردم را ثبت کنید. هر غریبه‌ای که وارد شهر می شود دستگیر و بازجویی کنید. در این شهر حرفی زده نشود که مأمورین ما نشنیده باشند. خودت هم سریعا به جلیله برو و به نیروهایی که به خانه زکریا گمارده ای ملحق شو. آن پسر روشنایی روز را نبیند. چرا ایستاده اید؟ بروید! تخت پادشاهی را از تو بگیرم. نه اجازه نخواهم. اجازه نخواهم داد. امشب شب مولود است، شب تولد مسیحا. دیر کردی گلدا. عده‌ای از مؤمنان در بیرون خانه جمع شدند. این وقت شب؟ اصلا ملاحظه بیمار را نمی کنند. آنها منتظر تولد نوزاد حنا هستند. ای کاش می رفتند و فردا صبح می آمدند. ببین خواهرم چگونه زرد شده و بی‌لرزان. با دلشوره درد خواهرت را دوچندان نکن. مادران خون خود را با فرزندانشان قسمت می‌کنند. کاش زکریا اینجا بود و دعایی می‌خواندیم. می‌ترسم. تحمل کن حنا، طاقت بیاور. پروردگارا، درد زایمان را بر او آسان بنما. دختران جوان در موقع زایمان بیتاب می‌شوند. چه برسد بزنی به سن و سال حنا. نباید باردار بشد. الیسابات. بله، چیزی نیست. آرام باش. من به تو قبطه میخورم خواهر. جایگاه مادران برگزیده بسیار والاست. الیسابات، من میترسم. تحمل کن حنا، تحمل کن. گوش کن. من میترسم زنده نمونم. به همسرت زکریا پیامبر خدا بگو نصر مرا ادا کند. آرام باش، چیزی نیست. تو خود پسرت مسیح را به معبد خواهی فرستاد. بیشتر مردم جلیله امشب خواب را بر خود حرام کردند. پروردگارا، پدر جان چرا گریه میکنی؟ سختی های ما دیگر عزیزم تمام می شود. عزیز ما و همه کودکان در آنجا پا به جهان خواهد گذاشت. این مردم ساده اندیش را آیا چاره ای هست؟ برای یهود امشب شب مهمی است.
اینان به امید زنده اند جناب یربعام. خودتان برای چه اینجا حاضر شده اید؟ چون که بچه به دنیا آمد. بچه خدای من، میروم به جناب زکریا خبر بدهم. طفل به دنیا آمده. همه آنجا جمع شدند. هرود طفل را خواسته. صبر میکنیم تا مردم متفرق شوند. دی نیز در اطراف معبد اورشلیم اجتماع کردند تا از کاهنان راه چاره بجویند، اما ما اسلحه برداشته به اینجا آمده ایم تا با تو پیمان ببندیم ای جانشین عمران. زکریا، ای پیامبر خدا، با تو عهد میبندیم به هر سویی که فرماندهی ره بسپاریم. اینها چوب‌های معبد است، با دیگر چوب‌ها مخلوط نشود. ای زکریای پاک، چرا ساکتی؟ سخنی برای من بگو. جناب زکریا، ما آماده ایم. هر چه بگویید انجام میدهیم. ما تا آخرین قطره خونمان در کنار شما هستیم جناب زکریا. آری، درست است. آرام باشید ای یاران. بله دوستان من، ای خدا پرستان مؤمن، به دنبال چه هستید؟ شمشیر برای چه؟ عمران گفت باید سلاح به دست گرفته آماده شورش و خونریزی شویم؟ مگر آرزوی همه ما بیرون راندن رومی‌های بتپرست و سایر خدا نشناسان از این سرزمین نیست؟ مگر قرار نیست قوم برگزیده خدا به سلطنت دائمی بر روی زمین دست یابد؟ برادران تأمل کنید. وفادارید تا رازی را با شما در میان گذارم؟ بله استاد. این تیغ بران خون رومی و یهودی، خداپرست و مشرک را به یکسان با ضربه‌ای بر زمین می‌ریزد. پس آن کدام سلاح است که باید در دست گیرید؟ سلاحی که با پاکی و تقوا صیقل داده شده و داد مظلومان را می‌ستاند. فضیلت را در درون بپرورید، ریشه خواهد بست. صداقت را مقام شناسید و محبت را ارج نهید. دلها را صفا دهید و پاک گردانید. خواهند بالید و در جهان جهانگیر خواهند شد. بدانید فضیلت جناب زکریا، شیرهای خشم. جناب زکریا، استاد مژدگانیم دهید. او به دنیا آمد؟ آری صدای گریش را شنیدم. چه دلنشین بود. خدا را شکر او آمد. مسیحا آمد. جماعت میخواد چه شادن. چه شده عموزاده؟ چه میخواستی بشود؟ دیگر آبرویی برای خاندان ما باقی نمانده. یعنی چه؟ یعنی اینکه با آن همه جار و جنجال پیامبری و پیشگوییتان واقعا که مردم را به بازی گرفته اید. زبان گزنده بگذار و سخن به درستی بگو. بهتر از خود این رسوایی را ببینید.
دروغ. جناب یربان صبر کنید. چه شده؟ دیگر چه میخواهید؟ منتظر چه هستید؟ به خانه هایتان برگردید. عجب گرفتاری شده ایم. هیچ خاندانی مانند ما پیامبران دروغین نداشته است. وای از این رسوایی، وای. دختر فنوئیل، تو بگو چه شده؟ طفل دختر است. جناب زکریا، جواب کین توسان و بدخواهان را چه خواهیم داد؟ با خود می گفتیم چه رنجی خواهد کشید زکریای پاک وقتی بفهمد فرزند عمران و حنا دختر است. به دنیا آمدن یک دختر برای هر خانواده ننگ و پریشانی است. جناب زکریا، پس پیشگویی عمران چه می شود؟ با این فضاحت و ننگ چه کنیم؟ بگویید حصیرهای خانه را بیاندازند و خود نیز تا مدتی از خانه خارج نشوید تا ننگ دختردار شدنتان فراموش شود. مراودت و رفت آمد با اطرافیان را قطع کنید تا خشم مردم جلیله بیش از این تحریک نشود. از رحمت پروردگار خورده میگیری؟ به فکر آبروی خاندانم. آخر شما بزرگ خاندان ابیا هستید. از خود جوابگوی مردم خواهم بود. بروید دیگر. دختر عمران سالم است حنا؟ خدا را شکر. بله. پس این طفل کجاست؟ عالی جنابان، جناب صدقیا، جناب میخائیل، خبر آوردم. عالی جنابان، عالی جناب صدقیا، عالی جنابان. چه خبر شده؟ چرا این همه نفس میزنیم؟
از جلیله تا اینجا را دویدم. از خانه زکریا خبر آورده ای؟ همسر عمران فارغ شد. آری طفلی که قرار بود مسیحا شود به دنیا آمد، اما این طفل دختر است. دختر است؟ آری ای کاش آنجا بودید و میدیدید قیافه مردمی که پشت خانه جمع شده بودند وقتی خبر آمد طفل دختر است. باید جناب یساکار را در جریان بگذارم. خوب است، خط خوبی است. جناب یساکار اتفاقی افتاده جناب صدقیا؟ خبر مهمی دارم. همکنون یک نفر از جلیله خبر آورده. مژدگانی بدهید جناب یساکار. چه شده؟ نکند مادر و فرزند سر راه رفتن؟ خیر، هر دو سالمند. پس چه چیز مژده دارد؟ نکند طفل دختر شده؟ حمله کردند؟ بیارزا! خداوند به فریادتان برسد. مگر به شما نگفته بودم که از این مناطق مرزی شمالی باید به خوبی محافظت شود؟ برای شما خوابتان برده بود. آنان شما را در محاصره خیش قرار داده و به این روز انداختند. به یک باره از بلندی های اطراف بر ما تاختند و ما را کاملا غافلگیر کردند. تعدادشان چند نفر بود؟ تعدادشان از ما بیش نبود، اما سخت می جنگیدند. شایعه تولد مسیح روحیه خاصی به آنان بخشیده بود. با قدرت و وحشیگری عجیبی مبارزه می کردند. از پیش برای رومیان پیکی فرستاده بودیم، اما از آنان خبری نشد. هرود کبیر، طبق توافق شما با امپراتور آگوستوس، لژیون‌های تحت امر من نباید در این امور دخالت کنم. نگرانی دیشب من از افراطیون یهودی بی سبب نبود، اما جناب هرود با آن وقعی ننهادند. عرض کردم که شایعه تولد مسیحا برای ما مشکل آفرین خواهد شد. قربان، خبر خوشی دارم. طفل به دنیا آمده دختر است. بله، باید خود را آماده کنیم. خبری در رابطه با مسیحا آوردند؟ آری، او به دنیا آمده. پس به افراطیون و آشوبگران خبر برسانید. آن مسیحایی که منتظرش بودند دختر از آب در آمد. برای همین نجات یافتید. دیگر رویتان را نبینم. بله قربان. ممنونیم قربان. ممنونیم قربان. بروید که امروز اقبال با شما بود. خوشحال. میدانید چرا؟ راستش را بخواهید خود من هم از به دنیا آمدن چنین مسیحایی که قرار بود پادشاهی یهود را از من بگیرد به هراس افتاده بودم. چه ترس بیهوده ای. اصلا فکر نمی کردم، گمان نمی بردم که جانشین من یک زن باشد. خواهر جان، غم به دلت راه نده. خدا تو را رحمت کند امران. پروردگارا،
با تمام وجودم میخواستم فرزندم را به خانه تو بفرستم تا خدمتت کند. هنوز هم مصممم، اما چه کنم؟ ناامید شدم. مگر عمران به تو نگفت که از تو پسری به دنیا خواهد آمد که کور و پیس و نابینا را شفا می‌دهد و مردگان را به اذن خدا زنده می‌کند؟ پیشگویی عمران به صورت دقیق با این کلمات ادا شد. درست است؟ آری. میدانی که پیامبران خدا هیچگاه از خود سخن نمیگویند. آنان حاملان پیام‌های الهی هستند. آری. او به تو دروغ نگفت حنا. آن پسر بزرگ است، خیلی بزرگ، و باید از مادری بزرگ و پاک به دنیا بیاید، حتی بزرگتر از مادر بزرگی همچون تو. مادری که گوشت و پوست و خونش به ایمان آمیخته باشد. میفهمی حنا؟ مادر مسیحا؟ این دختر است، همین دختر. از او مسیح موعود زاده خواهد شد. این همانی است که تو نذر کرده ای. خدا میداند که هیچ بشری مانند این دختر نیست. این دختر بزرگ است، بزرگتر از آن که بنی اسرائیل بتواند او را بشناسد. پس باید مراقب او باشیم که اگر آنان بفهمند جانش به خطر خواهد افتاد و از شر آنان در امان نخواهد ماند. این قربانی را از ما قبول کن. شری بود که از سر قوم یهود به خیر جناب یسوع، بیشک تدبیر دیشب شما ما را از این مهلکه نجات داد. خدا را شکر می‌کنیم. وای که چه دروغ بزرگی. پسری که منجی قوم یهود است. کدام پسر، کدام پیامبر؟ خدا لعنت کند کسی را که در دین خدا تفرقه می اندازد. و حالا نیز مردم از گرد زکریا پراکنده می شوند. غم انگیز نیست عالی جنابان، زکریا تنها و مظلوم. اگر زکریا پیامبر خداست، لابد من هم یکی از فرشتگان ملکوتی آسمان هستم. بالهایم را به عیار سپردم تا وصل پیر نشان کند. میبینم در جمع ما کسانی هستند که غم بر چهره دارند. چه شده است داوود؟ یهویاکین، خنده را بر ما نمیپسندی؟ وای بر کسانی که بر پیامبران میخندند و آنان را به تمسخر میگیرند. تا همین دیروز همگی شما از فضائل پیامبران میگفتید و ما را به اطاعت بیچون و چرای آنان میخواندید. جناب صدقیا، فضیلت پیامبران بر کسی پوشیده نیست، اما نه مدعیان دروغین پیامبری. مگر از پیامبری به زکریا چه رسیده؟ اره بر چوب میکشد و با عرق جبین نان به خانه میبرد تا با همسایگان تقسیم کند.
ارزنی هم از هرود به خانه‌اش نرسیده تا خوراک مرغانش شود. هر ژنده پوش فقیر و درمانده این گونه زندگی می کند. او اگر پیامبر خداست پس چرا گنج و مالی ندارد؟ یا فرشته‌ای همراهش نیست؟ به راستی شما از این دروغ‌های زکریا خسته نشده اید؟ تعریف شما از دروغ چیست؟ من تا این لحظه دروغی از او نشنیدم، گناهی از او ندیدم. حرف دین میزند اما از دین ارتزاق نمی کند. چه گستاخ سخن میگویی؟ جناب یساکار حضور دارند. من بعید میدانم جناب یساکار بزرگ کاهنان معبد راضی باشند که پشت سر زکریای پاک که عموزاده و فامیل نزدیک خودشان است این چنین بدگویی شود، چرا که حرف ایشان برای ما سرمشق است. این همه جدل نکنید، بروید به کارتان برسید. چه شده ناتان؟ ساکت و ناراحتی؟ داوود و یهویاکین همیشه حرف حق را به زبان آوردند. حرف حق؟ به راستی ما خاندان زکریا دشمنترین مردم نسبت به او هستیم؟ آری، مردم چنین میگویند. چرا؟ مگر او از ما چه میخواهد؟ سرمان را میخواهد که فرود آوریم. مگر یادتان رفته زکریا جانشین عمران و بزرگ خاندان ماست، اطاعت او واجب است. دیگر این حرف ها کهنه شده. زمانه امثال عمران و زکریا سر آمده. میدانید که بیشتر مردم از اینکه شما دست نشانده هرود و رومیا هستید در غضبند. دست نشانده؟ سیاست امر پیچیده است نتان. یهودیان به ایمان و کفر میانه نمیدانند و این خطرناک است. اینک که ما توانسته ایم رومیان را بفریبیم و اداره معبد را در اختیار گرفته اعمال مذهبی من را در سایه امنیت هرود به جای آوریم، آیا این مذموم است؟ ها؟ یا بزرگترین خدمتی است که به بنی اسرائیل شده؟ مصلحت قوم یهود جز در این نیست. در مدیریت و کیاست شما شکی ندارم، اما این حرفها برخلاف آن چیزی است که به من آموختند. میدانید که من شاگرد زکریا هستم، از عمران نیز اطاعت میکردم، واقعا او را پیامبر خدا میدانستم. اما حالا ناتان، من تو را همیشه فرد باهوش و با درایتی می شناختم. آیا تا کنون شنیده ای که وعده پیامبری محقق نشود؟ همه می دانیم در صفات پیامبران دروغ جایی ندارد. ناتان، تو از این حرفها که مردم بعد از رسوایی اخیر علیه خاندان ما میزنند خجل و شرمسار نیستی؟ تو تا کی میخوایی اعتبار و وجهه خود را مخدوش کنی؟ بچگی نکن ناتان. تو میبایست مدتها پیش سرپرست مدرسین معبد میشدی. تو اکنون میبایست بهترین دستمزد را از معبد بگیری، بهترین موقعیت و احترام را در معبد داشته باشی. این حرفهای بیهوده و بیفایده را رها کن. تو جوانی و باید از جوانیت لذت ببری. تو باید بهترین زوجه ها و بهترین خانه ها را در اختیار داشته باشی. جناب یساکار در این امر پشتیبان تو خواهند بود. ایشان شوهر خواهر تو هستند و تو حق داری از حمایت ایشان استفاده کنی. تو همیشه جوان نمیمانی. به وقت پیری و نداریت بیندیش. در آن موقع کسی دستت را نخواهد گرفت. نکند میخواهی در کنار کوچه ها به گدایی مشغول شوی، یا شاید هم مثل زکریا به شغل نجاری یا کارهای حقیر بپردازی. این گونه در مورد زکریا سخن نگویید. او مرد درستکاری است.
مردان درست کار ولی بی سیاست آینده یهود را به مخاطره می اندازند. آنان خردمندانه می اندیشند ولی ابلهانه عمل می کنند. به این فکر کن ناتان. پس چه شد آن وعده های شیرین؟ چه شد آن سلطنت مسیحا؟ ثروت و مکنت و افتخار و پیروزی؟ ای قوم، چرا با کمترین امتحان الهی از رحمت خدا مأیوس می شوید؟ ما نیازمند خداییم، نه خدا نیازمند ما. ما محتاجیم و او بی نیاز. پس از اون نبرید که به خدا ضرری نمی رسد. در آمدن این دختر نیز حکمتی نهفته است. انصاف است که سالیان دراز ادعای نبوت کرده و ما بینوایان را با این سخنان فریبنده خیش سرگرم کنیم. می‌بینید که ما همه گرفتاریم. آنگاه شما می‌خواهید با این امیدهای واهی ما را دلخوش کنید؟ آخر چگونه می‌تواند نجات دهنده ما یک دختر باشد؟ اصلا چرا باید در دین خیش پستی و ذلت بپذیریم؟ ای کاش رهای ما می‌کردند تا در این غم و بدبختی خود بسوزیم. شما چگونه حاضر شدید در تمام این مدت به ما دروغ بگویید؟ وای بر شما مدعیان پیامبری، وای بر شما که چه آسان ما را به بازی گرفتید. اف بر شما، اف بر شما. ای نمک نشناسان، چه شد که با کوچکترین آزمایش پیامبر خدا را ترک میگویید و از استهزا و بی حرمتی به او فروگذار نمی کنید؟ حرمت هم حدی دارد. گناه عنوان پیامبری به گردن توست. عصا بینداز و اژدهایش کن. نیل سرکش را به فرمان خود به دو نیمش کن. مرغ در هاوند بکوب و به 4 سند به پروازش درآر. حرکتی، معجزه‌ای. در مقابل این مردم میگوییم کاری کن که از عهده هیچ کس بر نیاید تا ما گردن خم کنیم و مرید به مریدانت بیفزاییم. حقانیت پیامبران به تعداد مریدانشان نیست، چه بسیار پیامبرانی که توسط مردم خود انکار شدند که معجزاتی هم آورده بودند. همه میدانند که معجزه تنها به اذن خدا جاری می شود و ظرف پذیرشش دلهای پاک مؤمنین است. و اما شما، من حتی اگر معجزه‌ای درون معبد سلیمان برایتان بیاورم، باز هم حکم تکفیرم را امضا می کنید که جادوگرم. جناب زکریا، پیشنهاد میکنم با سر برهنه کمتر زیر آفتاب بمانید. کسی را اجیر کنید تا سخنگویتان باشد. از صمیم قلب میگویم تا به دیدن جنون مردان بزرگ را ندارم. خدایا به ما رحم کن. من از عاقبت این مردم میترسم. خدایا، تو را سپاس میگویم به خاطر نعمتی که به من ارزانی داشتی. فرزندی که نذر تو کرده بودم دختر به دنیا آمد. تو خود میدانی که قلبم از عشق به این فرزند آکنده است، اما من نذر خود را ادا میکنم. همه مردم شهر ما را طرد کردند
و تنها گذاشتند. نمیدانم کاهنان معبد او را میپذیرند یا نه. من نام او را چنین نهادم: مریم، خدمتگزار تو، تا آنچه را که نبی تو عمران گفته است در این دختر راست درآید و مسیح از او زاده شود.